من اولش نفهمیدم. خش کردنت، خستگیت، حالتی که داشتی همشون واقعی بودن. چطور ممکنه کسی به همچین چیزی فکر کنه شیرین؟ منم فکرشو نمی‌کردم. داری دروغ میگی. ببین، فقط یه بار بهش شک کردم، باشه فقط یه بار. بعدش میخواستم ببرمت پیش دکتر دیگه. بانو اصرار کرد که نبرم. گفت از دکترت راضی هستی. میخواستم گزارشتو به دکتر دیگه نشون بدم. اون وقت جلومو گرفت. بهم گفت که دخالت نکنم. اون موقع فهمیدم که نگرانش چیز دیگه ای بود. این یعنی چی؟ بانو همه این کارا رو انجام داد تا پیشش بمونی. یه بار بهم گفت همه خانواده‌مو از دست دادم، نمیتونم خواهرمم از دست بدم. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم تا مطمئن بشم. اون خیلی از این موضوع میترسید که ترکش کنی شیرین. واسه همین کاری کرد که فکر کنی مریضی. من متاسفم شیرین. واقعا متاسفم. اون یارو از این به بعد حتی از بغل این خونه هم رد نمیشه. اگه رد بشه و اگه جلوشو نگیرین یا نتونین بگیرین، خودتون میدونید دیگه. بله فهمیدیم. دور تا دور این خونه رو حسابی میپایین. من دلم نمیخواد ببینم هیچ کدومتون جلوی خونه دارین گپ میزنین، با تلفن حرف میزنین یا شبا تو گوشیتون ویدیو میبینین. اگه ببینم بیچاره‌تون میکنم. حالا برگردید سر کارتون. واسه همینه که میخوام رستوران باز کنم دیگه. به خاطر اینکه استرس نداره. اگه غذا داری باز میکنی، اگرم غذا تموم شد میبندی. این کار ما فقط اعصاب خوردیه. شب بخیر. 20 دقیقه دیر کردین. تا حالا ندیدم کسی یه معامله 26 میلیونی رو به این ظرافت رد کنه. آقای محترم، شب بخیر. شب بخیر. جمال. بانو کارالی، از آشناییتون خوشبختم. منم همینطور. خوش اومدین. حالتون خوبه شیرین خانوم؟ تنهام بذار نرمین. آب گاز دارتون خانوم. ممنونم. به نظرم نوشیدن یکم الکل توی جلسه کاری به این معنا نیست که شما آدم ضعیفی هستی. اصلاً ربطی به این موضوع نداره. پس به چی ربط داره؟ میتونم خواهش کنم در مورد کار حرف بزنیم؟ آره حتما، بفرمایید. من حرفی برای گفتن ندارم. شما حرف میزنین، منم گوش میدم. خب پس بعد برگردیم به بحث قبلی، چون اون قسمت مورد علاقمه.
آدما معمولا از مقدمه میگذرن و از بدنه مطلب میپرن به نتیجه گیری. خب اصلا اینو نمیفهمم. حتما داریم فکر میکنین این چه دیوونه یه نشسته جلوی من. درسته؟ خب حق با شماست. میبینید این مثلا یه مقدمه خوب بود. القاب رسمی رو کنار گذاشتیم و میتونیم همدیگر رو به اسم صدا کنیم. وقتی از مقدمه میگذریم و سری میریم ادامه ی مطلب، مدام همدیگر رو خانم یا آقا صدا میکنیم. همینطور ادامه پیدا میکنه. اینور خانم و اونور آقا. اگه اجازه بدین من همچنان آقای جمال صداتون میزنم. این چیه؟ فکر کردم شاید خوشتون بیاد. به این راحتی از چیزی خوشم نمیاد. اوه بانو. و در ضمن میدونم چطوری زندگی شخصیمو از کارم جدا کنم. و همینطور هم خوب میدونم کی باید یه نفر رو رسمی صدا کنم. رنگش تو نور تغییر نمیکنه. نگران نباشین. هیچ توناژ تیره‌ای هم نداره. شفافه. خیلی جالبه. چی خیلی جالبه؟ کی این جواهر رو گذاشته توی جعبه؟ من گذاشتم. حتما بهش دست نزدی. معلومه که دست نزدم. از دستکش استفاده کردم. کاملا مشخصه. اگه بهش دست زده بودین انقدر مضطرب نبودین. میدونید خاصیت این جواهر چیه؟ به آدم آرامش میده. به قلبتون، به روحتون آرامش میده. روشنگری میکنه. در واقع آدمو سبک میکنه. میدونستین؟ ممکنه به اندازه یه الماس یا زمرد با ارزش نباشه، ولی زبرجد جواهر مورد علاقه منه. من درسامو خوب بلدم آقا جمال. پس حالا بیایید یکم در مورد کار حرف بزنیم. برای یه دیوار 5 متری کتابخونه میخوان. طبقه ها رو خودشون خریدن. چون دیوار خراب بود هر کاری کردم جا نشد. از چند جام قیمت گرفتن. فرهاد باید میشنیدی چقدر بهشون گفتن. وای 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 وای. فرهاد یه سر میز دیگه پسرم. داشتی میگفتی طبقه بابا؟ نه داشتم میگفتم میز. باید پایه ها رو خوب میخ کنن وگرنه عمرن جا بشه. حواست کجاست پسرم؟ داری به چی فکر میکنی؟ نگران نباش، به چیز خاصی فکر نمی کردم. مهم نبود. داریم درباره میز ناهارخوری حرف داشتم می‌زنیم. بهت میگفتم کتابخونه. بهشون 10,000 تا پیشنهاد دادم با نصب. طبقه ها رو با آهن و فرفروژه میسازیم. اگه خوششون بیاد کار زیاد دارن. باشه امیدوارم بابا. اگه تو کمکم کنی 10 روزه تمومش میکنیم. حتما اینو شنیدین. پارسال مقدار زیادی زمرد تو دره پنجشیر استخراج شد. در مجموع 1500 قیراط، 123 تا جواهر بزرگ و کوچیک. همشون هم کیفیت بالایی دارن. و صاحب اون جواهرات منم. آوردمشون مرز ایران و ترکیه، یعنی سمت ایران هستن. توی روستا قایمشون کردم. تا اونجا آوردمشون ولی نمیتونستم بیارم اینور. تا اینکه تو رو به هم معرفی کرده. اگر جواهراتمو بیاری اینور و مثل این زبرجد بذاری توی دستم 25% از سودشو بهت میدم. از پیشنهاد سخاوتمندانت ممنونم. ولی قبول نمی کنم. میتونی زبرجد رو نگه داری. موفق باشی.
الو جانم بانو. یه مسئله کاریه که میخوام در موردش باهات حرف بزنم. وقت داری؟ چیه؟ یه معامله کاری قدیمیه؟ نه جدیده. به نظرت نیاز دارم. زیاد طول نمیکشه. خیلی خوب، منم میخوام در مورد یه چیزایی باهات حرف بزنم. کجا هم دیگه رو ببینیم؟ هم به چی حاضر آقا؟ خیلی خوب باشه. یه ساعت دیگه برمیگردم. فقط حواستون جمع باشه. به روی چشم. نمیدونم در مورد کی داری حرف میزنی. تازه جایی که پدرم توش خوابیده رو پیدا کردم. تو قبرستون کجا تپه است. وقتی میری تو سمت چپ یه آبنما میبینی. از اونجا میپیچی و سومین قبر آخر اون مسیر همونیه که من بهت میگم. ولی خیلی وقت میدونیش. رفتی پیشش. اونجا باش کلی حرف زده بودی. خاک قبر و گلا رو عوض کردی. تو مثل این که دنبال دردسری. دنبال حقیقتم. ولی اگه با دردسر روبرو بشم ازش استقبال میکنم. فکر کنم فقط یه بار خونه بانو دیدمت. نمیدونم کی هستی یا پدر و مادرت کیان. اگه کسی هست که میگی میشناسم پس بیارش اینجا دیگه. تو مثل این که دنبال دردسری. دنبال حقیقتم. ولی اگه با دردسر روبرو بشم ازش استقبال میکنم. ماما تا وقتی برنگشتم در رو برای هیچ کس باز نمی‌کنه باشه عزیزا. خیلی خوب باشه مامان. وقتی بیام در میزنم فرهاد، اما نگاه کن اینطوری در میزنم. باشه پسرم. باشه. گوش کن یه بار دیگه میزنم. فهمیدی فرهاد؟ فهمیدم مامان. حالا تو هم همین کارو برای من بکن. پس همینطوری در رو باز نمی کنی. فقط وقتی این صدا رو شنیدی. قبوله پسرم؟ قبوله. پیداش کردم. این یارو رو اصلا میشناسی؟ تا حالا اسمشو شنیدی؟ جمال کرکماز. تا حالا اسمشو نشنیدم. هرچند عجیبه که تا حالا اسمشو نشنیدم. از اونجایی که آدم کله گنده یه تو این کار باید اسمشو میشنیدم. تا موقع جلسه نتونستم اسمشو بفهمم. خب نمیدونم اصلا اسم واقعیش هست یا نه. یه بهش بگیم جمال. خب این جمال چطوری پیدات کرده؟ با معرفی کسی. ولی به هم نگفت کی بوده.
خب فکر نمی کنم دروغ میگفت. خیلی خوب، پس چرا پیشنهادش رو قبول نکردی؟ یه جورایی به دلم نشست. ازم نپرس چرا خسرو خان. نمیدونم، دلم نمیخواست قبولش کنم. خب حالا از من چی میخوای؟ فکر میکنی اشتباه کردم؟ یعنی اگر تو بودی قبولش میکردی؟ یعنی اگه من بودم قبولش میکردم؟ اگه اینجا بود داره قبول میکردم، ولی میگی تو ایرانه. هنوز جواهرات نیاوردن تو کشور. اون شهر جای خیلی شلوغ و درهم برهمیه. پس فکر کنم کار خیلی خوبی کردی که سریع قبولش نکردی. من که میگم خوب دربارش فکر کن، بعد تصمیم بگیر. حالا بریم سراغ مسئله‌ای که میخواستم در موردش باهات حرف بزنم. باشه. بانو، باید واقعا حواست به آدمت باشه. اگه یه بار دیگه دور بر خونم ببینمش بد جوری بهش صدمه میزنم. آدمم؟ داری در مورد صادق حرف میزنی؟ فرهادو میگم. مامان! 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 همونجا وایستا ببینم. حالا خیلی آروم میریم پایین. یالا. مامان. نجاتی تو برو بالا، سریع باش، بدو عجله کن. نجاتت میدم مامان، بهت قول میدم این کارو میکنم. بهم اعتماد کن، برمیگردم.
مامان. بیا بریم مامان، بریم. دیگه تموم شد، همه چی تموم شد. بیا عجله کن، زود بیا مامان، زود باش زود باش. برو. ببینم فرهاد تو خونه چی کار میکرد؟ نمیفهمم. نمیدونم والا. بهم گفت پدرشو میشناسم، همینطوری اومده در خونم بهم میگه که سر قبر پدرش بودم و این چیزا. فقط پشت سر هم دروغ میگفت. من واقعا نمیدونم دنبال چی بود. واسه همینی که میگم باید حواست باشه. باش حرف بزن. نمیتونم خسرو خان، نمیتونم، چون فرهاد اصلا آدم من نیست. هیچ وقت نبوده، هیچ وقتم نخواهد بود. بانو خانم چیزی میل دارین براتون بیارم؟ نه ممنونم. من یه قهوه میخورم. وقتی زنگ زدی داشتم قهوه‌مو درست میکردم. دیگه اومدم اینجا واسه همینم نتونستم بخورم. پس با هم میخوریم. میدونم که شما کم شکر میخورین، شما چطور؟ منم همون. باشه الان براتون میارم. خیر باشه ایشالله. فرهاد خب میخوای چیکار کنی؟ تصمیمتو گرفتی؟ من از قبل تصمیممو گرفته بودم، فقط میخواستم نظرتو بدونم، همین. فکر کنم باید دربارش دوباره فکر کنی. کاری نکن که آخرش پشیمون بشی. پسر شجاعم، پسر بی‌نظیرم. چرا تو فرهاد؟ چی شده؟ چی کار کردی؟ چیزی نیست بابا. الان باید بریم بیمارستان. نه بیمارستان، نه طبقه بالا. فقط برفم گوش کن. مادرم و بردار و برو یه جایی که حتی منم ندونم باشه. جواب تلفن هیچ کس جز من نده. اگه از این جون سالم به در ببرم پیدات میکنم. خب درباره چی داری حرف میزنی پسرم؟ چه جون سالم به در بردن؟ چی کار کردی؟ مادرمو پیدا کردم، نجاتش دادم. باشه حالا برو. خیلی خب باشه، من زنگ میزنم، تو نگران نباش. خیلی دوستت دارم مامان. باش طوری نیست، چیزی نیست مامان. برو. فرهاد
آخه چطور نتونستین از شهناز من محافظت کنین؟ چطور گذاشتین یکی اونو بدزده؟ چطور؟ فرهاد! داداش چرا خدا این کارو نکن؟ لطفا خواهش میکنم داداش تو رو خدا این کارو نکن. آشقالو پیداش میکنین، فرهاد بیشرف رو پیداش میکنین، شهناز منو پیدا میکنین. ای خدا الانو ترسیده. شهناز بابا صبر کن همونجا وایستا. کجاست؟ شهناز من کجاست؟ شهناز من کجاست؟ شهناز منو به پس بده.
شهناز منو به پس بده. خواهش میکنم. میگم شهناز من کجاست؟ کجاست؟ اون شهناز تو نیست. مادر منه. مادرمو بردمش، نجاتش دادم. تموم شد. هیچ وقت پیداش نمی کنی، چون منم نمیدونم کجاست. تموم شد. مردی که یه بی شرف بردمش. مادرمو نجات دادم. لعنت بهت پسر. چرا عجله کردی؟ لعنت بهت. لعنت بهت. چه کاری کردی؟ چرا عجله کردی؟ قرار بود با هم حلش کنی. آخه چرا عجله کردی؟ لعنت بهت. اگه صبر می‌کردی با هم حلش می‌کردی. چرا عجله کردی؟